یا زهرا مانی بالا بابا خدای داره نگاش کن بالا دیوار یا ابوالفضل وای 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 خیلی خوب دیدیش خیلی خوب دیدیش وای 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 وبكلمات الله تمات من شر ما خلق من شر الشياطين فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. سلام بچه ها، خوش اومدید به این ویدیو. جستجوگران اجنه ایرانی یه ویدیو داخل چنلشون دارن که حسابی به شدت خفن و ترسناک هست. داخل این ویدیو قراره ببینیم و لذتشو ببریم و بگرخیم. قبل از دیدنش حتما ویدیو منو لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید و اگه نقد یا پیشنهادی دارید در بخش کامنت ها برام بنویسید. دوستانی که تازه به جمعمون پیوستن، اسم من پوریا هست و داخل چنل پوریا پارک قراره ویدیوهای ترسناک از اجنه و ارواح تا جستجوگران ایرانی و خارجی رو با هم ببینیم و خودم هم تصمیم گرفتم ویدیوهای جستجوی خودم رو هم داخل این چنل قرار بدم. امیدوارم دوست داشته باشید و حتما چنلمو سابسکرایب کنید. بریم با هم ویدیوشون رو ببینیم. سلام خدمت همه دنبال کننده های کانال ماجراجو کوروش و سعید. من ماجراجو سعید و یک بار دیگه برگشتیم با یک ویدیو و لایو دیگه. ممنونم از همه عزیزانی که از ما حمایت میکنند و آن دسته عزیزانی که تازه به جمع ما اضافه شدن حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. بچه‌ها لینک کانال سعید و کوروش رو داخل دیسکریپشن قرار میدم. در پایین پست بذارید که حساب شما نپره. و این لایو یک مهمان داریم، اونم مادر بنده هسته که میریم ایشالله میبینیم. خدا رو شکر ثبتی های خوبی هم داشتیم. بعد عزیزان حتما درباره دوربین و تجهیزات آخر لایو توضیحاتی داده شده، حتما تا آخر ویدیو رو ببینید و ممنونم از همه عزیزانی که در جمع ما هستند و از ما حمایت میکنند. ایشالله بتونیم به نظرم سعید و کوروش جزء 5 تای اول از جستجوگران ایرانی هستند. کاراشون به شدت خفن. در این خانه شخصی به نام بیبی دیوانه زندگی میکرده که درختی در میانه خانه هست که توضیحاتشو داده میشه در ویدیو. اونجا می نشسته و چندین نفر اون رو با چند کوتوله دیدند و به ما اعلام کردن و ما رفتیم ویدیوشو بگیریم که آخر لایو بیبی دیوانه هم آمد و او را دیدیم. این ویدیو با 2 دوربین ضبط شده، دوربین لایو حسابی و به دوربین ترسیم بچه‌ها که عجله نکنید. بعضی جاها از دوربین لایو هیجانی شده بشه و هم دوربین لایو هست هم دوربین یوتیوب. لطفاً آخر ویدیو حتما نظراتتون رو برای ما بفرستین که بتونیم کیفیت و بهترین ویدیوها رو تقدیم شما کنیم. دای بله کلا خالی از سکنه، کلا یعنی 4 تا 5 تا ساختمون هستن، همه خالی هن. همه کلا اینجا خانم میمده اینجا مثلا از خونه خودش که دور بوده میومده اینجا مثلا میشسته پای درخت انجیر داخل هست. الان میریم داخل نشون میدم. میرفته اون داخل دای مینشسته کنار انجیر صحبت میکرده با خودش. توی این حیات این خونه درخت انجیر. بله دای الان میریم داخل میبینیم. بعد دای اینجا مینشست صحبت میکرده دیگه. مردم داخل نریا همینجا توضیحاتو بده، داخل نرو بعد دای اینجا مینشسته پا درخت صحبت میکرده. یه شب چند نفر میان اینجا ببینن این زن چی کار میکنه. چرا میگه داخل میبینن 2 تا سایه مشکی
دو تا سایه مشکی که میگفت قداشون هم کوچیک بوده. می نشستن کنارش باهاش صحبت میکنن. میگفت وقتی ما رو دیده میگه صدای نعره زده و دایی ما فرار کردیم. میگه چند وقتی هم ما تو خونه بودیم، مریض بودیم. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر مغضوب علیهم ولا الضالین. عزیزان در این محل هیچ انسانی زندگی نمیکنه. ببینید این گوسفند از کجا اومده. سلام علیکم. سلام علیکم. پشمام ریخت. من فکر کردم جن بود. سلام علیکم. سید برتزای. یا الله الله خیر. گوسفندون بالا چی کار میکنه؟ الله یا الله یا رحمان یا رحیم. وصلفکم بالله به محمد رسول الله. سلام علیکم بر اهل این مکان. یا جن یا حارس یا عمر سلام علیکم. سید احساس کردم یه لحظه از جلوی تصویر یه حاله سیارت شده. من متوجه شدی یا نشدی؟ نه دایی حواسم نبود. بایی سنگینیشو گرفتم. اقسمت علیکم یا روحان لحظه‌شون رو دوست داره. نمیدونم اهل کجا. اگه میدونید داخل کامنت بنویسید. به اذن خدا به اذن حارس. یا الله یا رحمان یا الله. وصلفکم بالله. الله. وصلفکم بالله به محمد رسول الله. اینجا دقت کنید چجوری شاخه رو تکون میده. با دقت ببینید. داره شاخه انجیر رو تکون میده. آره ما قشنگ دیدم سمت چپ قشنگ از سر درخت رفت بالا. متوجه شدم. رو دیوار پشت انجیر نشسته. تکون دادن شاخه درختی یا شکستن شاخه درختی. آره تکون میخوره. درخت تکون میخوره. اینجا بیبی بچه تو درخته نگاه کنید. عجب. برزوم کن روش قشنگ صورتش پیدا. اینجا دقت کنید فقط شاخه وسط تکون میخوره. دقت کنید. داره درخت تکون میده. شاخه داره تکون میده. ترسیده تفلی. بچه صورت چه میبینید قشنگ پرتروشی گرفته. سید حرکت کن. از اون میترسن اونم از اینا. برن داخل خونه ها ببینیم چه خبره. حالا اگر موجودی به غیر از انسان اینجا است اعلام حضور کنه به اذن خداوند به اذن پروردگار که این قدرت رو به شما داده که دور از چشم انسان باشید. صدای من توی اون محیط پخش میشه و هیچ گونه آزار و اذیتی برای شما نداریم جز ارتباطی دوستانه. سبوح القدوس رب الملائکه و الروح برای ایجاد آرامش در این مکان. جنوب نست یه لحظه احساس خیلی رد شدی. بین دوتا درا بالاشو بگیر. اشاره به من بده. سنگی پرتاب کن. بازم سوال شد برام. باشه دایی باشه. یعنی چی میگن؟ چی میگفت ما؟ قرار شد نشنویم. خیلی با سرعت رد شد. دایی صدا من هست. مادر نت پرید. نه بردم. یکم برو آقا. سعید نتتو گرفت. دایی مادرم میگه داخله. آقا کوروش داخله. میگه داخل درگاه دومی نشسته. بذار من این گوشه بگیرم دایی درگاه دومی رو ببینیم. سعید نتتو کامل گرفته دایی. یکم برو آقا کلن صفحه شطرنجی شده. به من داری؟ بسم الله الرحمن الرحیم. وای
بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس. ما قصد آزار اذیت نداریم. دایی چی شد؟ یه لحظه کلن تصویرت رفت. دایی کلن داخل اتاق آقا کورش کلن تکون داد. هر دوتامون دایی خوشگل چیزی تکون داد شنیدیم صداش دایی. ها دایی هیجا میخوام. وای 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 رد شد. به نظر خفاش میومد. نه دیگه این نمیتونه ساختگی باشه. اصلا نمیتونه. الله اکبر. یا الله یا الله یا الله وصلفتكم بالله بمحمد رسول الله حسبي الله ونعمة الوكيل قسمت بنفسي لا اله الا الله حسبي الله. بچه ها اینجا با دقت ببینید سایه ها رو، حاله ها رو. خیلی قدرتش زیاده. فکر کنید چند تا خونه هست که اینجا همش متروکه شده. بچه ها ببینید قشنگ کوتوله هایی که از جلو تصویر دادن رد میشن رو میبینید. به صورت حاله رد میشه. تمام این مسیری که از دوربین تا دو تا دره هست دقت کنید حاله ها رو کامل میبینید. راست میگه. و وجود همین حاله ها باعث میشه که تصویر اینقدر مات بشه یا اینقدر تو فوکوس بمونه. چون برای دوربین، حالا غیر از پیکسل دوربین، این اتفاق میفته که بخواد چهره یا چیز رو تشخیص بده و توی فوکوس بمونه. ببینید حتی اینا ببینید رفت سمت راست. کیفیتش خیلی پایین شد ولی حرکت ها رو میشه دید. یا جن اگر مسلمانی به هر دین و دیانتی که هستی برای احترام قائلم. توی در سمت چپ، توی در سمت چپ. بیا جلوتر، بیا ببینیمت. عجب. در سمت راست بالای در رو نگاه کنید قشنگ تصویر میگیره. حالاشو کامل نشون میده اما تو نور نمیاد. غیر از اونایی که میان رد میشن. ببینید چشم حتی کوتوله هایی که بیخ دیوارن ببینید قشنگ چشاشون رو باز میکنن. نگاه کنید دو تا سه تا کوتوله دقیقا بیخ دیوار نشستن چشاشون رو باز میکنن. نگاه کنید به حالت خاکستری رنگ هستن. راست میگه. یکش این بر یکش اون بر. سمت چپی خیلی واضحه نسبت به سمت راستی. عزیزان خرابی تصویر به خاطر حضور اینا، به خاطر وجود اینا جلو تصویر. مثل انسان که نیستن که بیان جلو تصویر وایسن. مارده. وقتی مارد باشی یعنی حرارت، مثل سوزان آتش. ماهیت بدن اینا اینه و به صورت حاله هستن. مثل انسان نیست که بیاد جلوت وایسه نگاش کنه و باید قدرت تشخیص تشکیل. ببین به خدا قشنگ بغل دیوار وایساده کنار در.
و چون ماهیتی ببینید قشنگ پاهاش پیدا شد نزدیک به در چپ. ببینید نگاه کن داره میره عقب. نگاه کنید دقیقا رفت برای سمت در. چون به صورت حاله میان جلو دوربین تصویر رو میردن به هم احساس کنم حرکت ها اونا رو نگاه کنید 2 تا 3 تا هستن. ببینید نزدیک به در سومی حتی جلو تصویر رو زمین نگاه کنید چند تا صورت رو بستن نقش بستن جلو رو زمین رو نگاه کنید قشنگ میبینیدش. به خدا که 1-2 تا نیستن اینجا یه قبیله است دقیقا توی دهن در وایساده در سمت چپ نگاه کنید کامل وایساده جوری وای میسه که کل در رو تار میکنه. ببینید 2 تا در کامل وایسادن نگاه کنید حاله یه آن میره رو به قرمزی رنگ میشه. ببینید الان نگاه کنید دقیقا دیدینش سرعت این یکی زیاد بود. روی دیوار ماهیت سرش کامل پیدا شد. خیلی سرجت میشن. دای دوربین رو بردار سرش بود مکان برو بیرون. مکان از مرغداری شلوغ‌تره. نگاه کنید الان سعید که اومد ببینید تصویر ساخت شد. دیدید انگار مور و ملخ توی لوکیشن ریختن. سعید حرکت کن دایی برو بیرون یکم اینجا برو بیرون یکم آرامش بگیره. اوه این یکی هیکل میکل بزرگ باشه. اینجا به صورتش توجه کنید ببینید واضح تر از این سعی برو عقب رو بروته سعی پشت دیوار رو برو سعی پشت دیوار رو بروته. یا الله بچه دیدید صورتشو الله اکبر. الان یکم رو به رو صورتش عین ماهی اینجوری کشیده بود. یا زهرا مانی بالا بابا خدای داره نگاش کن بالا دیوار. یا ابوالفضل وای 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 سعی خوب دیدیش سعی خوب دیدیش وای 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 کلمات الله تمات من شر ما خلق من شر شیاطین فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. اللهم صل علی سیدنا محمد و آل هنوز اونجاست هنوز اونجاست. سعید با قشنگ یعنی داخل اون خونه توی این زمانی که دوربین کاشتی داری تا زمانی که اومدی میتونی 2000 تا ثبت. وای دای صورتش مثل بز بوده. وای وای به اینجا بیشتر توجه کنید چیزای خواهید دید خیلی زیبا. سعید بخواد تنها بره توی این مکانا ای مادرم اینه ول کن. دایی برم داخل. آره برو داخل آره برو داخل. عجب جاییه سعید عجب جایی. هیچ وقت تجربه نکنید جای تنها نرید. به این صورت ها توجه کنید. همچین جاهایی نعمته واسه جستجو. اینجا چقدر خوبه. سلام وای دای چشماش دیدم. به خدا دای چشماش دیدم.
اللهم صل على سيدنا محمد و آل محمد و صلواتكم بالله محمد رسول الله. بسم الله الله اکبر. بسم الله الله اکبر. بسم الله الله اکبر. ولا حول ولا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله. خونه‌هاش حس حال معماری دوران قاجار رو به آدم میده. دوران قاجار. چه جایه اینجا، خدا چه جایه. موقع من میام کرمان همچین جایی پیدا نمی‌کنی. حالا داخل اتاقا نمیخواد در دم درم داخلشون نشون بده. بچه‌ها تا اینجای ویدیو اگه دوست داشتید حتما لایک کنید. نظراتتون رو هم بنویسید برام. دیگه بیشتر از سلام بر اهل این مکان. سلام بر شیخ این مکان. ما امشب اومدیم اینجا یه ویدیو ضبط کنیم برای اثبات حضور شما برای مردم و به مردم بفهمونیم که شما وجود دارین و شما هم موجودات خوب خداوند هستین. ما در این مکان نه چیزی میذاریم نه چیزی بر میداریم. فقط اومدیم اینجا شما رو ثبت کنیم برای مردم. ممنون میشم یا شیخ اجازه شو بده یک بار خودتون رو نشون بدین ما اینجا رو ترک کنیم. ممنونم. پایین درب را ببینید واضح دارد نگاه به ما نشون داد میکند. بدم نشون داد. ازت چشماشون او مثل کارتون لاک پشتای اینجا هستش. داخل اتاق داره کاش برن داخل اتاق ها. اونجا اتاق ورودی چراغ گذاشتی؟ هرچی هست اونجاست. نه جلوش وایسادی نشان. لا اله الا گدین بلند. الله. لا اله الا الله. بسم الله الله اکبر. الله قوی انتم ضعفاء. الله قوی انتم ضعفاء. سعید تو در سرای کشید. سعید لا اله الا الله. اتاق بچه حالا سمت اینجا انگار یک نفر جلو سینه‌شو گرفته نمیذاره بیاد بیرون. دقت کنید. راست میگه. اینجوری در رو نگاه کنید. ببینید الان وسط اتاق کنار در وایساده. نگاه کنید. ببینید شکل انسان قشنگ وایساده. این واضح تر از این جایی نیست. لا اله الا الله. دیدمت کامل دارم میبینمت. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. سعی میبینیش یا نه؟ صدای من هست؟ هم مامانم گو همون بغل وایستاده. سعی برو عقب. چند تا هستن روبرو. یکم برو عقب. نمیذار. اومد بیرون. اونی که بچه ها میبینید حالت بنفش رنگ وای میسته تو دهن در. سعید اومده بیرون ها. سعید جلو تا. بسم الله الرحمن الرحیم. خلاف عقرب ساعت اون چیزی که گفتم بخون و خط بکش.
اللهم صل علی سیدنا محمد و آل محمد. دایی خودت هم پشت بلوکیشن بشین پشت دور. چش دایی چش. دست در و سلفتکم بالله به محمد رسول الله. بانویی که توی مندل گذاشتیم برای ارتباط گیری با شماه و این شخص کاملا مدیومه و شما رو کامل میبینه و صحبتاتون احساس میکنه. ممنون میشم به حد و فاصلی که حد و مرز آیات الهی کشیده شده فاصله خودتون رو رعایت کنید و نزدیک با حاج خانم راحت میتونن ارتباط بگیرن. و این بانو شیعه مرتضی علیه. اگر بخواید اذیتش کنید یا آسیبی بهش برسونید واگذارتون میکنم به ذوالفقار حیدر کرار. میتونی بیاید سعید نورت کم شد. سعید نورت کم شد. میتونید بیاید نزدیک. لعنت یا بیان بیرون دیگه. تویی که تو اون دهن در وایسادی بیا بیرون، کاری بهت نداره. بچه میبینی تو دهن در جایی که لکه سید افتاده یه حاله سیاهی میاد بیرون میره داخل. میبینیش؟ بیا بیرون، کاری باید ندارم. دقیقا تو دهن در رو نگاه کنید چه حاله سیاه شده. سعید مادر صدای منو میشنفه؟ نه کامل. بهش بگو هر وقت نزدیکش شد دست راستش رو ببره بالا. نمیخواد صحبت کنه. احساسش کردی فقط دستتو و بالا دیگه صحبت نکن. بیا نزدیکتر. بیا بیرون، کاری باید نداریم. مادرش رفته تو دل ارتباط. پیشکش این بودنت کنار ما بدون رعب و ارشدی که یا الله. بیا بیرون، بیا بیرون. خوبه. من خیلی خوب اومده. میشم ازت. آره مادر دقیقا میدونم تو دهن در وایسادی. آره دست دراز نکن سمتش. بیا بیرون، بیا بیرون. بچه توی تاریکی که اون بالای در رو بس پایین در سمت راست نگاه کنید حاله سیاهشو کامل میبینید. راست میگی. هیکلش هم عجق وجقه. میدونم درک اینو داری که الان ما مهمان شما و پیشکش این کارتو بهت میدم. درخواستی دارم ازت. آروم بیا بیرون. سعید یه دونش رفته بالا اون سر مادرت وایساده بود. بالای حالا نمیخوام برگردی نگاه کنی اما بعد نگاه مثلا نگاه کنی توی اون برآمدگی که سر پشت بونه قشنگ فرق به خود چی گیره. یه دستور میدم بیا بیرون به اذن خداوندی که خلقت کرد. امر میکنم بهت بیا بیرون. بیا بیرون دیگه. رفقا اگه دوست داشتید بازم از این چنل ویدیو ریاکت برم بنویسید برام. بچه حاله سیاه دقیقا اومد واسه اتاق. سعید دقیقا تو دروازه در رو نگاه کن حاله سیاه رو کامل میبینی. به مادر بگو حالش خوبه؟ مانی حالت خوب عزیز؟ میگه خوبم دایی میبینی حسش میکنم. آره میدونم. بچه دیدید حاله سیاه اومد رفت سمت چپ اتاق وایساده در نگاه این بانو میکنه.
نگاه کنید. یا الله، خب تو که میخوای بیای بیرون، بیا بیرون. میاد میره. طفلی میترس. نگاه اومد بیرون. لا اله الا الله، لا اله الا الله، ماشاءالله ماشاءالله ولا بالله العلی العظیم. دیدین بچه ها، دو تاش اومد بیرون. اینجا با دقت ببینید چجوری میاد و میره. نگاه اومد بیرون. لا اله الا الله. دقیقاً رفت تو دیوار. نگاه کنید، رفت داخل دیوار و الان از دیوار میاد بیرون. ماشاءالله ولا حول ولا قوت، ماشاءالله ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. دیدین بچه، دو تاش اومد بیرون. دو تاش اومد بالا، سرش رد شد. مدیوم کارش درسته. ممنونم خیلی ازتون، به اعتقاد میگیره. میخوام بیای نزدیک این بانو وایسی. بانو شیردلی که توی مکان شما نشسته. با این سرعتی که از بالا سرش رد شدی و از اون اتاق اومدی بیرون و دور شدی. میخوام نزدیک بشی. بعضی عزیزان باز منکر میشن، میگن پرنده بود. این آیا پرنده است؟ نه بابا، چه پرنده ای؟ من اولیشو فکر کردم خفاش بود، ولی بیشتر شبیه خفاش بود. نه نمیخواد بلنش. خیلی خوب خیلی خوب. سعید رفت یا اینجاست؟ خیلی خوب سعید رفت. بچه این قرآنی که من پخش میکنم صداشو میشنفید شما؟ صدا پخش میشه؟ ما در صدای قرآن تا پیش شما میاد. اگه هر وقت صدای قرآن رو فهمیدی بگو فهمیدم. ما که نمیشنویم صدای قرآنو. سعید اومدی؟ دایی اومدم. میگم سعید. ها ببین نور تو یه بار خاموش روشن کنیم، بیشتر نمیشه. باشه دایی باشه. حالا نمیدونم تو اون دهنه در حاله سیاه بیشتر شد. یه لحظه حس کردم که تو دهنه در یه حاله سیاه کامل وایساد. دوربین رو بزن رو سلفی، دوربین گوشته بزن. آفرین، بزن رو سلفی. آفرین. الان نورت رو قشنگ بنداز اونجا. نه نورت خوبه. فکرم نور دسته. خیلی خوب شد. الان بهتر. حالا بیا بیرون. میخوام که کامل بیای بیرون. هیچ کس رو داره میاد، حرکت میکنه اونجا. همه پشت به تو هستن. بچه تو دهن در رو دقت کن. پشما. ششصد و 666 به وارونه 999 به 4 اسم موازیه تتایی رومایی
ازرائیل طولانی شد. میکائیل بیا بیرون تر بیشتر. اون شیرزنی که اونجا نشسته ازش میترسی؟ اون از تو ترسی نداره. ما خوبی چطور شد؟ ها؟ چیه سعید؟ میگی یه چیزی تو سقف انداخت پایین. دقیقا دیدم اون بالا اومد پایین تو صورت مادرته. دقیقا تصویده تو صورت مادر. نور مادر این رفته دور از لا اله الا الله. بچه حالی سیاه سمت راست مادر سعید. حالی سیاه داشته باشید. اینجا قشنگ میره پشت سر مادر من. نگاه کنید. این الان مادر کن ذهنی ارتباط میگیره خطر داره. خود من نیستم اونجا. میره میاد. نگاه ای هنوز ظاهر میشه. پایین‌تر هنوز 2 ساختمون دیگه هست. وای دایی نگاه که چشماشه. بابا همه جا هم که پر از اینان. دایی تو دشت نگاه تمومی ندارن. نگاه کن. سرم خیلی درد کرد سعید. وای دایی چشماشو نگاه دایی. چی؟ یه صدایی نمیاد دایی. صدا که اینجا زیاده. شبه واب دایی به خدا نگاه کن دایی. به امام حسین دایی نگاه اونجا نشسته دایی. اصلا کامل نشسته دایی. میبینیش دایی؟ یک خیلی واضح تره. چشماش معلومن. اینجا چون درست چون تو مکان هستی پیدا نشد. نگاه یا خود اذیت نکن دایی. برو دیگه خروش تو زدم ول کن سعید.